من دارم میگم امینم، من خیلی دوست داشتم باش کار کنم، خیلی دوست داشتم برم امریکا، الانم دوست دارم، ولی نه دیگه مثلا اون انگیزه تو مرده دیگه. مثلا برام مهم نیست امریکا برم، مثلا الان امریکا هم کنسرت قراره بذاریم ولی برام مهم نیست اصلا بریم صحبتی هیچ وقت شدش مثلا با بابت امینم کار بخوام فیت بدیم و اینا، بدیم ندیم چیکار کنم الان مثلا واقعا برام اصلا مهم نیست. بچه‌م من به خودم الان بیشتر از امینم احترام میذارم تو زندگی خودم، نمیگم تو رپ، مثلا اون جای خود. من از کشورم اومدم بیرون، دو تا حرف سیاسی یا هر چیزی هم زدیم دهنمون رو یا خواستن سرویس کنن یا ممنوعیتایی اومده جلو، اتفاقاتی بوده. خب ولی خب امینم میاد اونجوری وای میسته پشت ترامپ حرف میزنه، پشت اون حرف میزنه، پشت این حرف میزنه، توپو هر دوست داره دست هر کی میده، هر کاری میخواد میکنه، داره کف امریکا رپ میکنه. یه بار به خاطر ممنوعیت‌های ایران شده، میگم ایران، امریکایی شده که مثلا مثل ما از مرز فراری شه یا مجبور بشه بره تو غربت زندگی کنه یا استریم نتونه بکنه به خاطر اینکه فیلتره. بعد الان اینجوری قد وایساده میگه من میلیاردرم فلان، اوکی بهش میرسه چون استاده. خب ولی اینا رو هم بذاری کنارش میفهمی که من چرا انگیزم از دست دادم. میفهم خب من از جهت‌های دنیا منو سرویس کرده، اینا دیگه تو اون ریل مسترویس هم دیگه.